در شهر خوجند مسابقه کشاد اوید با بوکس بخشیده به روز وحدت ملی و به خاطر گرامیداشت استاد ورزش اتحاد شوروی عظیمجان توشوف به انجام رسید. در این مسابقه که در ورزشگاه اسپارتاک مرکزی ولایت سوغد در سطح بلند تشکیلی دوام 4 روز ادامه یافت، بیش از 80 نفر مشتن از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان و کشورهای دوست و همسایه ازبکستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه اشتراک و مهارت سنجی کردند. مورد به ذکر است که برای تماشای این چهاربینی ورزشی طی 4 روز هواداران سرشماری بوکس با ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند تشریف آورده با شوق و هوس زیاد رقابت‌های مشت‌زن‌ها را تماشا کردند. از بین همه اشتراکچیان بعد 3 روز رقابت‌ها همگی 14 نفر بهترین ها به دور نهایی راه یافته برای دریافت جام و مقام اول مهارت سنجی کردند. در وزن 51 کیلوگرم ورزشکاری جمهوری ازبکستان بایر батлаев مشتزن کشور ما مهراج صوفیجانوف را مغلوب کرد. Во-первых, Таджикистан нас встретил очень тепло. Большое им спасибо за это, очень гостеприимно. Прошли соревнования на высоком уровне. За это им большое спасибо. И хотел бы сказать большое спасибо своему сопернику, который сегодня я боксировал, разделили финал сегодня. Это боевая практика, опыт. С другими странами боксируешь, опыта набираешься, во-первых. Таджикистан, Худжанд, вообще прекрасное место. Я бы сюда приехал бы отдохнуть отдельно. Люди здесь хорошие, добрые, отзывчивые. Большое спасибо Худжанду, Таджикистану в целом. Таджикистан, Бапеш. خسروافشار رحیموف مشتزن کشور ما در وزن 57 کیلوگرم ورزشکاری جمهوری ازبکستان محمد غیاس سعودخانوف را شکست داد. در وزن 63 کیلوگرم باشد ورزشکاری دیگری کشور ما روسلان غفوروف در رقابت با بوکسچی فدراسیون روسیه رسول مگامدوف پیروز شد. من سزاوار مدال طلا گشتم در وزن 63 از 5 کیلوگرم. مسابقه خیلی زور گذشت. در سطح بلند خیلی رقیبانی با قوت داشتم که آنها از دولت‌های همسایه ما ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه بودند که خیلی مسابقه خوب گذشت. دنیس گاودافیکوف، سویتوسلاو تترین و چراو اچالایف مشتزن‌های فدراسیون روسیه در وزن‌های 67، 80 و بیش از 92 کیلوگرم با گرفتن مقام‌های اول مشرف شدند. در وزن 71 کیلوگرم مشتزنی با مهارت تاجیک دستپروری مکتب ورزشی ناحیه اشت مراد اشورالیف بوکسچی ازبکستان لازیزبک تولکینوف را مغلوب کرده صاحب مقام اول شد. با غالبان و جایزه‌داران مسابقه جام، مدال و افتخارنامه، مبلغ‌های پولی، کمربند و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون بوکس کشور، فدراسیون بوکس ولایت سوغد و شرکت ساختمانی استقلال گروه در فضای تنتنوی سپرده شدند. قید کرده شد که مسابقه مذکور من بعد نیز چون عنعنه همه ساله برگزار می‌گردد و برای رشد و عمومیت بوکس در کشور زمینه می‌گذارد.